نه خواهرم شد چه خوب. این دکتر رو رفته کلش کوتاه کرده گذاشته دی گوشی ها، چه میدونم که یه آهنگی با من بدتا کردن گذاشته آبرو ما در میره. سویز نماش و امجاناش میبینن آبرومو میره. حالا کاشکی خوشکی نمیشه کلش شده مثل فندقی. های برادرون ما هم از زنش مثل سگ میترس. یه نونی جرات نمیکنن نانه بگیر بیار. وای مامی آبرومونو بردی. میگه خالد کس غریبیه، میگه دروغ میگم خب آدم بشو. بله حال دیگه حتی زبونشن ترونی که صبح همه امجانش میگن پدر ترونی بوده مادر ترونی بودی کارا رو داری میکنی. به کسی ربطی نداره. حال من ستر پچ میکنن. نه. مین این بچه نه. حال خواهرم شد چی درست کردی؟ ها آدم نمیفهمه صبح بلند میشه نمیفهمه چی درست کنه. یه او دوست داره او دوست نداره، یه او دوست داره او دوست نداره. این دختروی هم که مثل امجانش رفته علف خواهد گیاه خواد نه علف. حالا هرچی. ما یه برادری که بیشتر نداره نادار که نبود چطور میشد ما را مثل همون برادر رو تقسیم میکرد. باب میگه کم داشت خدا بیامرزش مثل طیب و هم عروس من شانس داره هرچی میخوری چاق نمیشه. ما یا آب میخوری چاق میشه. خواهرم شد اون موقع یادنی من عامل نمیشتن چقدر پایست من حفظه حال دوتا بچه دارن گل بال کیف میکنی نگاهشون کنی. وای مامان میشه گوشی قطع کنی؟ دو دق داره کشی یه ترن نزد دو دق داره با دو خواهرم حرف زده چشت کورشه. 2 دقیقه نیست الان 4 ساعت داریم غیبت مردم رو میکنی. خواهرم شد یه از گوشی میبینم دخترم چی کارم داره و پدر سیگه